تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت داری؟ نیاز به توجه دیگران داری؟ هدف اصلی تو زندگیت همین بود؟ دیگه خلاقیتی برات مونده؟ وضعیت امنیت اطلاعات شخصیت در چه حاله؟ هنوز با دوستانت رفت و آمد داری؟ تو فضای مجازی ضربه عاطفی خوردی آره؟ فکر میکنی زندگی دیگران از تو بهتره؟ فکر کنم گوشیت حسابی بیخوابت کرده. پیام داری؟ آخ 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 اینترنتت تموم شد. به نظر افسردگی گرفتی. تا دیر نشده برگرد به دنیای واقعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال شروع میکنیم تدریس درس اول فصل 1 از پایه 8. یادآوری اعداد صحیح. ببینین اعداد صحیح رو سال گذشته خوندید. اعداد صحیح اعداد علامت دار بودن، اعدادی که منفی ها بودن، مثبت ها بودن و عدد صفر. یه یادآوری از اون میخوایم بکنیم، بعد وارد درس جدید که اعداد گویا هست میشیم. خب محور اعداد صحیح رو دقت کنین. محور اعداد صحیح بود. روی این محور حرکتایی کشیده میشد. اما اگه دقت کنید این حرکتایی که داشتیم به این صورت بود که اگه جهت به سمت راست بود میگفتیم مثبت، اگه جهت به سمت چپ بود میگفتیم منفی. الان جهت این به سمت راسته و به اندازه 2 واحده، بهش میگیم مثبت 2. جهت بردار بعدی رو اگه دقت کنید به سمت چپه و به اندازه 3 واحده، بهش میگیم منفی 3. بعدی رو اگه دقت کنید جهت باز به سمت چپه، پس منفیه، به اندازه 2 واحده، بهش میگیم منفی 2. محور بعدی که میبینید رسم شده، واحدا 10 تا 10 تا حرکت کردن. خب اول سمت چپی رو بگیم که از منفی 10 حرکت کرده رفته به سمت چپ. اگر دقت کنید 1 2 تا 3 تا 10 تاست که میشه 30 تا، میشه منفی 30. بعدی به سمت مثبت رفته، چون به سمت مثبت رفته به سمت راست رفته مثبته و 1 واحده، چون هر واحدمون هم 10 تا بود میشه مثبت 10. بعدی حرکتی انجام نشده، 0. بعدی هم که به اندازه 10 واحد به سمت چپ اومده. اینجا 10 منظورمون عددها هستن. این 1 واحد 10 تاییه، میشه منفی 10. قسمت بعد قرینه اعداد صحیح. قرینه اعداد صحیح رو اگه یادتون باشه، قرینه هر عدد همون عدد بود، فقط علامتش تغییر میکرد. الان قرینه عدد مثبت 6 هست منفی 6. قرینه عدد منفی 4 مثبت 4. عدد بعدیمون رو اگه دقت کنید بچه‌ها، قرینه منفی 7 خود مثبت 7. خب قرینه‌اش میشه منفی 7. قرینه 0 خود 0. قرینه عدد منفی 8 مثبت 8 و 5 هم که منفی 5 هستش. خب یه یادآوری از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح میکنیم. یادمون هست که در جمع و تفریق اعداد صحیح علامت عدد بزرگتر بود. اگر دو عدد هم علامت بودن جمع میشدن با هم، اگر هم علامت نبودن کم میشدن. الان اولی که دارم من هست منفی 16 به علاوه 12. یه منفی مثبت کم میکنم میشه 4. علامت عدد بزرگه که منفیه میذارم، پس شد منفی 4. دومی هم به همین ترتیب، مثبت 8 با منفی 12. منفی 12 بزرگتر، علامت منفی میشه. 12 رو از 8 کم میکنم میشه 4.
بعدی منفی 3 و مثبت 9 هست. از همدیگه باز کم میکنیم، علامت عدد بزرگه رو میذاریم، اینجا میشه مثبت 6. بعدی رو اگر دقت کنید هر دو عدد منفی هن، چون هر دو عدد منفی هن با هم جمع میشن. دو تا عدد منفی با هم جمع میشدن. خب جمع میکنیم، منفی 4 و منفی 8 میشه منفی 12. بله، ردیف بعد که داریم میبینیم اینا ضرب و تقسیمن. ضرب و تقسیم قاعدش فرق میکرد. اگر یه منفی داشتیم جواب منفی بود، اگر دو منفی داشتیم جواب مثبت بود. به همین ترتیب میتونستیم ادامه بدیم. اگر تعداد منفی ها فرد بود جواب منفی بود، اگر تعداد منفی ها زوج بود جواب مثبت بود. خب من اولی که میبینم همیشه 3 هفتا 21 ما از کلاس سوم ابتدایی خوندیم. همیشه 3 ضرب در 7 21. خب 3 هفتا میشه 21، یه دونه منفی دارم، جواب میشه منفی 21. بعدی منفی 8 تقسیم بر منفی 4، دو تا منفی دارم میشه مثبت، 8 هم تقسیم بر 4 2. بعدی هم منفی 12 تقسیم بر 2 میشه یه منفی دارم، جواب منفیه و جواب میشه منفی 6. بعدی هم ضرب دو تا عدد منفیه که دو تا منفی میشد مثبت، 3 4 تا هم 12 تا. خب قسمت بعد ترتیب عملیات رو یادآوری میکنه. ترتیب عملیات رو سالهای گذشته شما خوندید، پارسال هم داشتید. ببینید از داخلی ترین پرانتز شروع میکنیم. به این ترتیبه که میگیم داخلی ترین پرانتز، پرانتز، بعد از پرانتز میشد توان و جذر، بعد از توان و جذر بود ضرب و تقسیم، در آخر کارم بود جمع و تفریق. خب من توی این تمرین که الان دارم میبینم اگه بهش دقت کنین ضرب دارم و جمع و تفریق دارم. خب اول ضرب رو انجام دادیم، منفی 3 رو در 5 ضرب کردیم شده منفی 15. خب حالا منفی 8 و منفی 15 هم که میشه منفی 23. ببینیم بعدی چی هست. اگر دقت بفرمایید منفی 16 تقسیم بر 2 ضرب در 3 منهای 4. اولویت با ضرب و تقسیمه. خب اگه هم ضرب داشتیم هم تقسیم به ترتیب از چپ به راست انجام میدیم. الان من منفی 16 رو تقسیم بر 2 میکنم میشه منفی 8. منفی 8 رو حالا ضرب در مثبت 3 میکنم میشه منفی 24. منفی 24 رو حالا با منفی 4 جمع میکنم، دو تا عدد منفی جمع میشدن، علامت عدد بزرگتر منفی 28. بعدی ببینیم بچه ها، من از داخلی ترین پرانتز شروع میکنم، یعنی اول 8 و منهای 9 میکنم. داخل این پرانتز میشه منفی 1. اینجا می نویسم. ببینید این جواب داخل این پرانتز شد منفی 1. خب میدونم منهای منفی 1 همون مثبت 1، منهای منفی 1 همون مثبت 1. دوباره حاصل این پرانتز رو به دست میارم 2، حاصل این پرانتز میشه 2، اینجا نوشتیم. حالا منفی 2 ضرب در 2 میشه منفی 4، داریم 1 منهای 4 که میشه منفی 3. خب بعدی بچه ها هم تقسیم دارم هم ضرب. اول منفی 4 رو بر 4 تقسیم میکنم که حاصل میشه منفی 1. حالا منفی 4 رو در مثبت 3 ضرب میکنم که حاصل میشه منفی 12. دو تا عدد منفی دارم با هم جمع میکنم، علامت عدد بزرگتر منفی 13. خب ببینیم بچه ها این جمع رو نوشته برامون که بیشتر از 2 تاست، حالا 3 تاست. بعد چند تا راه حل نوشته، ما راه حل‌ها رو توضیح میدیم. اگر دقت کنید علی اومده اول عددهای منفی رو با هم جمع کرده، یعنی اول عدد اولی و سومی رو با هم جمع کرده، منفی 43 و منفی 29 رو با هم نوشته و بعد مثبت 37 رو نوشته. خب منفی 43 و منفی 29 جوابش میشه منفی 72. داریم منفی 72 به علاوه 37 که میشه منفی 35. این روش خوبیه که انتخاب کرده. روش مجتبی اومده
عدد اولی خودش رو نوشته منفی 43 رو، بعد اومده عدد دومی و سومی رو اول با هم جمع کرده. جمع که میگم یعنی اگر یه عدد منفی یه عدد مثبت باشه کم میشن ها. منظور از جمع حتما جمع کردن نیست، شاید جمع بشه شاید کم بشه. خب 37 تا منهای 29 کرده شده مثبت 8. حالا عدد اولی که منفی 43 بود با مثبت 8 حساب کرده منفی 35. ببینید دقیقاً عین جوابا با هم یکی در میاد، هر دو در اومده منفی 35. هر دو راه درسته، انتخاب راه با ماست. آقای مرتضی چیکار کرده؟ آقای مرتضی اومده به ترتیب از چپ به راست انجام داده. ببینید منفی 43 به علاوه 37 شده منفی 6، بعد با منفی 29 گرفتتش همون منفی 35. اینم دقیقاً همون جواب رو به دست آورده. مصطفی هم که از طریق جدول حل کرده، از طریق جدول، اینم روش خوبیه، با استفاده از جدول حاصل به دست آورده. ببینید همون منفی 35. خب میگه شما کدام راه حل رو میپسندید؟ راه حل پسندیدن با من دانش آموزه که کدوم رو انتخاب کنم. بعضی مواقع من یکی رو انتخاب میکنم، بعضی ها راه حل دیگری رو انتخاب میکنم. یعنی همیشه من از یه روش حل نمیکنم، اول نگاه میکنم. حالا توی قسمت های بعد درس هم میبینید و متوجه میشه. یعنی همیشه از یک راه حل نمیکنیم. خب میگه آیا راه حل دیگری برای پیدا کردن حاصل این عبارت سراغ دارید؟ بله، میشه از راه محورم به دست آورد، ولی روش محور سخته چون اعداد بزرگ بودن و پیدا کردن روی محور مشکل بود. خب یه کار در کلاس داریم، میخواد ما از روش‌هایی که به دست آوردیم دیدیم الان، از اون چند روش از هر کدوم دوست داریم استفاده کنیم و اینا رو جواب بدیم. خب ببینیم بچه‌ها، قرینه منفی 17 که مثبت 17 است. قرینه منفی 17 مثبت 17 است. من میام مثبت 17 رو با این منفی 19 میگیرم. منفی 17 رو با این منفی 19 میگیرم، میشه منفی 2. حالا 14 رو با منفی 3 منفی 13 میگیرم، جوابش میشه مثبت 1. منفی 2 و مثبت 1 میشه منفی 1. خب شاید شما بگید من این روش رو نمیپسندم. اشکال نداره، شما به ترتیب از چپ به راست انجام بده، جواب همین در میاد. شاید شما بگید من اول منفی ها رو با هم جمع میکنم، بعد مثبت ها رو با هم جمع میکنم، بعد این حاصل اینا رو از هم کم میکنم. اینم میگم اشکالی نداره، روش دست شماست. منتها باید سعی کنیم همیشه آسان ترین روش رو پیدا کنیم. اینجا رو ببینید بچه‌ها، باز قرینه منفی 7 مثبت 7، مثبت 7 با منفی 9 میشه منفی 2، منفی 2 هم با منفی 2 میشه منفی 4. یا بعدی اگه دقت کنید فقط این علامت ها رو من باید تبدیل کنم به یه علامت، یعنی منفی 18 به علاوه 4 به علاوه 19، همین رو می نویسم، منفی 18 به علاوه 4 به علاوه 19. دقت بفرمایید که منفی 18 با 19 میشه یک مثبت، به علاوه 4 هم که میشه 5. یا بعدی رو دقت کنیم بچه ها که منفی 97 به علاوه 100، این عدد وسطی، منفی 97 و 100 من خیلی راحت متوجه میشم اینا 3 هن. خب یه مثبت 3 دارم با یه منفی 23، اینم میشه منفی 20. منفی 20 هم با منفی 24 میشه منفی 44. شاید شما بیاید 3 تا عدد منفی رو با هم جمع کنید بنویسید، بعد عدد مثبت رو بنویسید، بعد از هم کم کنید، اشکالی نداره. منتها من همیشه میگردم دنبال آسون ترین روش. شما باید یاد بگیرید اینو که روش‌های مختلف برای به دست آوردن حاصل هست. خب قسمت بعد میخواد اشکال حاصلی که اینجا به دست اومده ما بگیریم. یکی از اینا درسته، یکیش غلطه. خب ما خودمون انجامش بدیم. ببینید بچه ها، 10 به علاوه 3 میشه 13 اینجا نوشته. منفی 7 و منفی 2 میشه منفی 9 در صورتی که اینجا نوشته منفی 5، اما پایینی درست نوشته. اشتباهش این بوده که منفی 2 و منفی 7 رو نوشته منفی 9 که درستش منفی 9.
اشتباها تو بالایی نوشته -5. خب بله، این همون توضیحاتیه که من بهتون دادم. قبل از انجام محاسبات اول با دقت نگاه کنید، ببینید میتونید براش یه روشی خودتون به کار ببرید از همون روشایی که دیدیم و یاد گرفتیم، کدوم راحت ترید اونو انجام بدید. الان ببینید بچه ها، اینجا -40 و -40 میشه -80. -80 با -80 قرینن میشن 0. فقط موند 35 منهای 17. موند 35 منهای 17 که میشه -18. جواب شد -18. یا بعدی رو دقت کنید بچه ها. خب من اینجا یه اولویت دارم و ضربه، یعنی این ضرب رو باید انجام بدم. میگم 3 7 21. حالا ببینید بچه ها، این -21 با این -21 قرینه است، خط میزنیم. موند -32 و -12 که از هم کم میکنیم، حاصل میشه -20. خب دقت کنین، یه روش دیگه هست برای به دست آوردن حاصل جمع. از 1 تا 100 نوشته شده. بله، یکی از ریاضیدانا اومده تو کودکیش این روش رو ابتکار به خرج داده و این روش رو پیدا کرده. گفته که من از 1 تا 100 تا عدد دارم. از عدد 1 تا 100 عدد داریم. 100 تا میشن چند تا جفت؟ جفت یعنی دوتایی. خب 100 تقسیم بر 2 میشه 50 جفت. پس چند جفت عدد با هم جمع شدن میشه 50 جفت. خب ببینیم بچه ها، اومده عدد اولی و آخری رو 1 به علاوه 100 میشه 101، 2 به علاوه 99 میشه 101، 3 به علاوه 98 میشه 101، 4 به علاوه 97 101. همینطور میاد تا 50 و 51 هم میشه 101. خب جمع هر دو عدد میشه چند؟ 101. خب چند تا عدد بود؟ 100 تا. چند جفت بود؟ 50 تا. هر جفت چند میشدن؟ 101. کلش میشه چقدر؟ 50 ضرب در 101 5050. اینم روشی بود که این ریاضیدان در اون زمان انجام داده بود. خب قسمت بعدی اومده چند تا جمع نوشته، گفته ما انجام بدیم. خب شاید یکی بیاد از چپ به راست انجام بده، اشکال نداره، ولی من اینجوری میگم بهتون. نگاه کنید بچه ها، -2 به علاوه 4 میشه -2. اینجا می نویسم -2. -6 به علاوه 8 هم میشه -2. -10 به علاوه 12 هم میشه -2. چند تا -2 دارم؟ 3 تا. پس جواب میشه -6. 3 تا -2 میشه -6. خب این روش دیگه مثل این روش قبلی نبود. این اومده بود عدد اولی و بغلی رو با هم محاسبه کرده بود، بعد گفته بود که چون 3 تا -2 دارم میشه -6. یا اینو اگه دقت کنید بچه ها، 10 منهای 1، 9 منهای 1، 8 منهای 1 همینطور داره کم میشه تا -10 منهای 1، یعنی میاد به 1 منهای 1 هم میرسه. میبینید 8 منهای 1 بعدی 7 منهای 1، 6 منهای 1، 5 منهای 1، همینطور میاد تا 1 منهای 1. حاصل 1 منهای 1 چنده بچه ها؟ 0. حاصل 1 منهای 1 0. و اگر دقت کنید بین این پرانتزها هم علامتی نیست، یعنی ضرب. 0 هم که در هر چیزی ضرب بشه حاصل 0. پس اینو بدون محاسبه میگیم حاصلش 0. خب قسمت بعد میگه در مربع‌های خالی علامت مثبت و منفی بذارید، بعد به ترتیب از بزرگ به کوچیک اونایی که گذاشتید و بنویسید. خب دقت کنید، اگه من در هر دو مربع 2 تا منفی بذارم حاصل میشه چی؟ -3 منهای 7 -10 با -2 -12. خب حالا اگر بیام اولی رو منفی بذارم دومی رو مثبت، باز میشه -10 با -2 -8. خب حالا اگه بیام اولی رو مثبت بذارم دومی رو منفی، حاصل این میشه -3 به علاوه 7 -4. -4 منهای 2 هم -2.
قسمت بعدی هر دو رو مثبت بذارم. ببینید منفی 3 به علاوه 7 مثبت 4 به علاوه 2 مثبت 6. الان از بالا به پایین به ترتیب از کوچیک به بزرگ اینا رو اینجا می نویسم. اول منفی 12، بعد منفی 8، بعد مثبت 2، در آخر هم مثبت 6 به ترتیب شدن. خب حالا از من خواسته علامت مثبت یا منفی رو طوری قرار بدم که حاصل بزرگترین بشه. خب اینو به من داده و اومده 4 تا جواب نوشته اینجا. ما میخوایم ببینیم کدوم جواب درسته. خب با توجه به عددهایی که اینجا به دست آوردن نگاه کنید. خب معلومه این که مثبت 13 از همه بزرگتره. خب این میشه جواب. مثبت 13 میشه جواب. خب ببینین حالا علتش چیه که مثبت 13 جواب درسته؟ ببینین من باید سعی کنم عدد رو هر چی میتونم مثبت کنم. عدد رو منفی رو مثبت کنم که بزرگتر شه، چون میدونم اعداد مثبت از اعداد منفی بزرگترن. خب خوب دقت کنیم بچه ها، اگه پشت این 6 که منفی داره من یه منفی بذارم، اگه پشت این 6 که منفی داره یه منفی بذارم میشه مثبت. همین کاری که پاسخ سوم هست، یعنی اینجا ببینید یه منفی گذاشته. بچه اینجا خودش مثبته، اینجا باید مثبت بذارم که عدد بزرگتر شه. اینها مثبت گذاشته. دوباره این عدد منفیه، چون عدد منفیه من باید اینجا منفی قرار بدم که عدد 9 مثبت بشه و بزرگتر بشه تو جمع. خب اینجا هم منفی گذاشته. با حاصلام که دقت کنیم میبینیم که 13 از بقیه بیشتر هستش. شاد باشید انشالله.